ایران و تاجیکستان مواد سوزشواری و نفت خام وارد می‌نماید. حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای تاجیکستان تا کجا برای پایان بردن نرخ سوزشواری تأثیر می‌رساند؟ درود، وقت بخیر باشد. با شما هستم من رحمت الله آدینه. تاجیکستان و ایران برای صادرات محصولات نفتی و نفت خام از ایران به تاجیکستان به سازش رسیدند. این مسئله در شهر تهران ضمن ملاقات هیئت رسمی تاجیکستان از جمله وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی کشور در جمعه با نمایندگان والامقام جمهوری اسلامی ایران بررسی گردید. حضور ایران در بازار سوزشواری تاجیکستان تا کجا برای پایان بردن نرخ سوزشواری تأثیر می‌رساند؟ در رابطه با سوال مطرح نظر تحلیلگر مهیمن وهابов را پرسیدیم. واقعا باعث تحسین برانگیز است که دیگر کشورهایی که فرهنگ مشترک دارند، تمدن مشترک دارند، درک نمودند که امروز در وضعیت کنونی جهانی حالت و وضع امنیت جهانی به آن رسیده است که برای حفظ داده‌های تاریخی و فرهنگی باید به همدیگر آمد و زیر یک میتوان گفت چتر اتحاد و چتر امنیتی همدیگر را حفظ نمود. اما اگر به اون سوال که شما مطرح نمودید درباره اون که نرخ سوزشواری پس خواهد رفت یا نه، سازشنامه بسته شد، طرف‌ها به موافقه رسیدند که بازم اون برمیگردیم به موضوع اصلی وارد کردن این محصول. ما محصول نفتی رو باید از ایران چگونه به وارد خاک تاجیکستان کنیم. دو راه هست. یک راهی که طریق افغانستان است، نسبتا راهی کوتاه‌تر خواهد بود اما نسبتا راهی مشکل و سخت‌تر، و راه دیگر هم اون راه طریق ترکمنستان و ازبکستان که نسبتا راهی مسیری درازتر و بازم اینجا موضوعهای دیگری مثلا داخلی و بین کشوری هست که اونها باید حل شوند، اونها هم موجود هستند. و به این خاطر به طور حالا مشخص حالا گفتن که مثلا موضوع سوزشواری دیگر مثلا حل شده است، ما سوزشواری ارزان خواهیم داشت، این گونه این حرفات زودتر است. به این خاطر باید تکیه به منابع اصلی کرد. سرحدی که میان تاجیکستان و ایران هست، این سرحدهایی است که از جانب کشورهای سوم و کشورهای دوم و دیگر اداره میشن و اما امید ما اون است که مثلا خوب خواهد شد، چون که ایران نیز بازار جدید در منطقه آسیای مرکزی جستجو میکند و این راه میتواند برای ما نیز یک امکانیت فراخ اقتصادی باشد، چون که اگر ما نفت خام ایران را دسترس کنیم و در پالایشگاه خودمان ها را کار کنیم و محور فعالیت پالایشگاه‌های نفتی خودمان را در داخل کشور اگر وسیع‌تر کنیم، حتی میتونیم با دری پور بگوییم که ما میتونیم حتی مواد سوزشوار رو به کشورهای خارجی نیز، به کشورهای همسایه خودمان نیز به طور حد امکانی که مثلا ما میتوانیم یا پالایشگاه‌های ما میتونن کار کنند با اونها نیز دسترس کنیم. و امروز تاجیکستان نیز و مسیر اون پیش رفته است که دیگر سیاست اقتصادی خودش را مختلف کند، یعنی با تکیه به روندهای مختلف سیاست خودش را پیش برد، یعنی تکیه به یک منبع، تکیه به یک جایگاه، جستجوی منفعت خود در نقاط مختلف در خود پهنای کشورهای دوست و برادر و همزبان پیدا کرده شد. یادآور می‌شویم که در نیم ساله یکم سال روان حجم گردش سودای دوجانبه میان تاجیکستان و ایران نزدیک به 255 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 14.8% زیاد شده است. انتظار می‌رود که طبق سازشنامه‌های نو واردات مال و محصولات میان این دو کشور بیشتر می‌گردد. خیر، تا دیدار دیگر خوش بمانید. با شما بودم من رحمت الله آدینه.